خب عزیزای دل، قبل از اینکه یک سلام علیکی کنیم و احترامات تقدیم کنیم، دیگه خواستم که امروز یک کمی دیگه تغییرات تحولات دیگه بیریم دمی ویدیوم. از بس قدیس خمی رقم گرفته بودم، خودم خستم شدم و هم یک کمی دیگه رقم بود، ولی این حالی که از عزیزای دل یک جای بسیار خوب پیدا کردم. گرچند که من کامرمن ندارم ولی بازم اشکال نداره، کم کم میگه مسلمانی را آیسته آیسته دیگه این حالی که از عزیزا می کارکتر معلوم میشه دیگه. عزیزا امیدوار هستم که برنامه یک کمی برای شما دیگه دلگیر نباشه. من اولا که عرض سلام دارم به تمام شما عزیزا و تمام شما خوبان روزگار. من میخوایم قبل از اینکه یک سلام و احوال پرسی کنم برای شما عزیزای دل، یک دانه شعر برای شما دکلمه کنم، یک شعر به خوانش بگیرم و امیدوار هستم که شما عزیزای دل این شعر که میخوانم مورد لطف شما باشه و مورد پسند شما عزیزای دل قرار بگیره. دیگه این شعر شاعری خاصی نداره، فکر کنین شاعرش من هستم، فکر کنین. میگه در نهان با آنانی که دل میبندیم، شاعر میگه که در نهان با آنانی که دل میبندیم دوستمان ندارد و از آنانی که دوستمان دارد بیخبریم و از آنانی که دوستمان دارد بیخبریم. این شعر بسیار سنگین است و بسیار قشنگ است، هم به دل میشینم خلاصه هم به دل بعض کسا نمیشینم. امیدوار هستم که این شعر به تاب دلتان بوده باشه عزیزای دل. این حالی شما یاران جان را، یاران شیرین را، یاران خوبی روزگار را عرض سلام و احترام دارم. امیدوار هستم که ایام به کام شما عزیزای دل شیرین باشه و به دور از دغدغه های روزگار باشین، در کنار خانواده تان همونطور دیگه خوش و خوشحال باشین عزیزان. من گرچند با تأخیر ولی سال نو شما وطندارایی که در خارج از کشور هستین، گرچند در خارج سال نو شده ولی در طرف های از ما سال نو نشده، ولی اشکال نداره ما یک سال نو میگیریم دیگه سال نو همگی شما عزیزای دل مبارکباد میگم دیگه به تک تک شما، چه خواهرها، چه برادرها، چه مادرها، چه پدرها دیگه، بخصوص کسایی که در خارج هستن که سالشان نو شده. سال نو ما کس می کسایی که در ایران هست و عربستان هست فکر کنم و افغانستان دیگه یک دو ماه دو نیم ماه دیگه مونده که ما باز خوب سال نو میگیریم عزیزا دیگه. امیدوار هستم که این سالی که گذشتم برای شما سال 2024 هم برای شما بهترین سال بوده باشه. گرچند برای من نبود ولی برای شما بهترین سال بوده باشه. ولی این سال جدیدی که شروع کردین شما عزیزای دل، قله های موفقیت را فتح کنین، همه تو کامیاب باشین، پیروز باشین دیگه، همه تو قامتتان سوار باشه، همه تو خلاصه دیگه یک زندگی بهترین زندگی را خلاصه دیگه در این سال جدید آغاز کنین دیگه عزیزای دل و تا ختم سال را خوب همه تو موفق و همه تو با دستاورد بسیار همه تو قله های موفقیت عزیزای دل فتح کنین. زیاد پرحرفی نکنم، کج بحثی نکنم عزیزای دل. من طبقی که در تامنیل شما بزرگوارا، شما عزیزا دیدین که یک ویدیوی پخش شده در رسانه، در سوشال میدیا که یک دانه جوان کاکا بگویم، یک میان سال کاکا بگویم عزیزا دیگه، یک شوق کده رسی کده دیگه، باز خیلی ها نوشته کدن و بیچاره را زندگی را به نظر سرش سیاه کده که این سنش بالاست، دختره کم است. ولی من برداشتی که از ویدیو دارم، چیزی که من در ویدیو میبینم این که مثلا خود آدم ویدیو جور میکنه، بعض کسا میبینه این که آدم پشتی مثلا یک کسی که یوتیوبر است یا یک کسی که بیننده است، یک کسی که مثلا یوتیوبر است یک ویدیو جور میکنه میمانه و یک کسی که بیننده است سعی میکنه با خیال جمع خوب میفهمه برداشت بسیار، بعض کسا برداشت مثبت میکنه، بعض کسا برداشت منفی میکنه. ولی من یک چند نظر دارم، من قضاوت نمی کنم درباره زندگی کس، چون قضاوت کس میگه طبق که در کتابای خواندیم میگه کار احمقاست، ولی من نظر میدم عزیزان. اگر نظر من بد بود خوب بود کدام، اگر انتقادات پیشنهادی بود دیگه من در خدمت کلگی شما عزیزان هستم. عزیزای دل از نظر از من که است، اولا که او مرتیکه که است،
72 ساله یا 75 ساله، اصلا 60 ساله، اصلا 50 ساله نیست. دمی قیافش دمی کارکترش نمیخوره دیگه. دوما او دختره هم که خیلی مثلا میگه 17 ساله نیست. او که است مثلا فیس صورتش که است لاغر است، فیس میگه دیگه، درست است یا نه؟ او که است صورتش لاغر است و کمتر از 30 سال سن نداره. گرچند ما واقعیت خبر نداریم، ولی دیگه چیزی که من دیدم واقعیتش او رقم نیست که بیچاره را فکر کنم دیگه توی دو بیچاره دیگه دو قلندر، بیچاره هم نگویم که باز ناراحت نشه، دو قلندر دو جوان کاکا بخی زار کردیم بخدا جوان بگویم دیگه. این رسانه ها که هست من که سیل میکنم، من کس بد نمیگم، خودم در رسانه کار میکنم، ولی چیزی که واقعیت نداشته باشد واقعیت بگویم. نه طرفداری از کسی میکنم و نمیخوایم به خاطر یک چند دانه لایک دیگه خود خوب کنم پیش شما. من در شما معلوم هستم عزیزای دل. من سعی میکنم یمی رسانه ها خیلی هاشون به خدا 90% دروغ است. چون فکر کنین من ویدیو رو که در یوتیوب دیدم فقط پخش کرده بود که مثلا عروسی فلانی نفر بهترین عروسی یا مانده بود دیگه که یک تامنیلش که عروسی است دیگه در این منطقه است، ولی بعدش که در فیسبوک دیدم، در اینستاگرام دیدم، در تیک تاک دیدم نوشته کرده بود که آهنگ غمگین مانده بود که یک پیرمرد با یک دختر 17 ساله عروسی کرده، در حالی که رقم نیست. به خدا آدم واقعیت بگویه. بنده خدا گناه داره، زد شوق از او بیچاره را خراب کردین، فهمیدی؟ وقتی که فکر کنین عزیزای دل امی دو نفر راضی باشه به خدا، یک دیگر را بخواه، امی دیگه اون دو تا خوش است دیگه. اون کسی نشون میگه عشق دوست داشتن میگه سن سال نمیشناسه، خب ولی یک چیزی هست که اولا که ما در کار عاشقی زنا ندارم، در زندگیشان هم کار ندارم، ولی چیزی که در سوشال میدیا دیدم که تو بیاکی ما از قافله عقب نمانم یک ویدیو پرتم که واقعیت نداره که مثلا او 72 ساله باشه، این 17 ساله باشه، اصلا کافش نمیخوره دیگه. دو من این رسانه ها که است به خاطر یک چند دانه لایک میره او سوژایی که مثلا نوشته میکنه 72 ساله یا 17 ساله، مرد 72 ساله با دختر 17 ساله، صرف به این خاطر که این جملات بسیار سنگین است، نفرها رو میخواد بیننده را جذب خود کنه، فالوور بگیره، لایک بگیره دیگه. اینمی دیگه زیاد پرحرفی نمیکنم و دیگه یک فضای یک محیط بسیار باز نشستم عزیزا کنار دریا دیگه. من بسیار دریا را دوست دارم و خیلی وقتا صبح ما اینجا میشیم، بعضی موقع کتاب داده است، بعضی موقع منتک پیاده روی، بسیار لذت میبرم عزیزا. گپا را که گفتم دیگه خدا کنه کدام سوی تفاهم نشده باشه و من فقط برداشت خود گفتم و فقط همی که از دل از جوانا بگیم یا میان سالا بگویم دیگه. من این وقتی که دو نفر خوش است دیگه آدم دم خوشیش برکت دیگه، کاری نداشته باشه، بان که خوش باشه دیگه، زندگی به کامشان شیرین باشه. و گپام دیگه اینمی بود عزیزای دل. امیدوار هستم که دیگه حال شما عزیزا خوب باشه و انشالله از این بعد هفته یک دانه یا دو دانه ویدیو 100% جور میکنم دیگه، از او بیشتر نمیشه، اما یک دانه تا دو دانه حتما برای شما جور میکنم و اینمی دیگه. جانم هستین، دوستتان دارم و یک دانه شعر میخوانم و برنامه را دیگه ختم میکنم عزیزان. میگم مگو که پیر شدی عاشقی نمیزیبد، میگم مگو که پیر شدی عاشقی نمیزیبد، شراب که کهنه شود نیشه دیگر دارد دیگه. امیدوار هستم که شما وطندارای گل، قومای شریف، قومای بزرگوار دیگه همیشه سبز و موفق و شادکام باشین. جانم هستین، دوستارتان غریب نواز. خداوند یار و یاور همه شما عزیزای دل.